سلام دوستان، امروز گفتم که مزاحم بشم یک نکته خیلی اساسی رو خدمتون بگم. مشاورینی که در استانبول دارن 5 سال 10 سال به قول خودشون 15 سال کار میکنن رو ازشون یه انتظارات بیشتری از بقیه دارم. ببینید همه استانبول مناطق مختلفش قشنگه و هر کسی هر سازنده‌ای وقتی یک منطقه رو انتخاب میکنه که یک پروژه پرهزینه توش بسازه حتما یه دلیلی داره. یعنی پروژه ها معمولا تو مناطق خوبی ساخته میشن و هر کسی تو هر پروژه‌ای هستش مسلما خوبیه اون پروژه رو میگه و شما هم میدونید. منتها گله‌ای که من دارم چیه؟ ببینید به عنوان یک مشاور یه چیزایی رو شما باید به طور کلی بدونید، نه اینکه اصلا ندونید. مثال من وقتی که میخواستم بیام استانبول 5 سال پیش حدود 1 سال تحقیق کردم که کدوم قسمت استانبول برم زندگی کنم و بعد از 1 سال با تحقیقاتی که کردم پندیک رو انتخاب کردم. خب یعنی به همین راحتی میشه به این موضوع دسترسی پیدا کرد. الانم بعد از 5 سالی که توی این منطقه زندگی میکنم کاملا با تجربه به تحقیقات خودم مطمئن شدم. یه سری مناطق مرکزی استانبول داره مثل کادیکوی، مثل بشیکتاش. خب اینا یه مناطق مرکزی هستن. مناطق مرکزی با مناطق توریستی لزوما یکسان نیستن، بعضیشون یکسانن بعضیشون یکسان نیستن. ما چرا میگیم مرکزی؟ چون از اون منطقه میشه برای زندگی استفاده کرد، برای خرید استفاده کرد، نمیدونم لحاظ حمل و نقل و دیگه همه اینها راحتی های خودشو داره. بنابراین اون منطقه به صورت مرکزی تبدیل میشه. درسته؟ ما تو کادیکوی و بشیکتاش این شرایط رو داریم. خب بقیه مناطق هم مناطق خوبی هن، لحاظ ممکنه دسترسی یا اینا یه خورده فرق داشته باشن، مثل کادیکوی بشیکتاش نباشن. ولی مثلا بعد کادیکوی بستانجی بشیکتاش چه منطقه‌ای فکر میکنید که تمام این شرایط رو داره؟ شما واقعا باید بدونین که بعد از این 2 تا منطقه که حالا کاملا هم از لحاظ لوکیشن هم وسط استانبول هستن، پندیک مرکزی ترین نقطه استانبوله. چرا؟ دلیل دارم میگم. مارینا داره، ساحل داره، مارینا داره. بزرگترین بازار محلی استانبول رو بعد از کادیکوی داره، بازار محلی بعد از کادیکوی بزرگترین. بعد به اتوبان مختلف دسترسی هاشو داره. ایستگاه اصلی در واقع هم اسکله داره، هم ایستگاه اصلی قطار داره، هم فرودگاه داره. خب هم جنگل داره، هم بالا شیله است، مستقیم بالا شیله است و ساحل شیله و اینا که برای فرودگاهش و برای شیلش حداقل از همه جای استانبول میکوبن میان اینجا که برن از اینا استفاده بکنن. شما همونجا وقتی ملک داشته باشی همونجا داری. یعنی واقعا پندیک رو نمیشه با جای دیگه مقایسه کرد. یعنی یکی از مرکزی ترین نقاط استانبول هستش و یکی از بهترین نقاط استانبول برای زندگی هست، چون کاملا هم شرایط همه شرایط یک شهر رو داره، از فرودگاهش تا اسکلش تا جنگل و دریا و بازار و همه چی. خب بعد اون وقت به یه سری دوستان تماس میگیری، تنها کامنتشون در مورد پندیک میدونی چیه؟ پندیک دوره، اصلا نمیدونه. خیلی بر من جالبه شما این همه سال داره اینجا زندگی میکنین، تنها کامنتتون برای منطقه اینه که پندیک دوره. به چی دوره؟ پندیک خودش یک منطقه برنده. تمام کارخونه دارایی که این سمت هستن همشون در واقع رئیس کارخونه هاشون پندیک زندگی میکنن. میدونید چی میگم؟ کسانی هستن از بزرگترین سازنده های استانبول هستن که الان 50 سال دارن تو فقط پندیک میسازن، هنوز دارن میسازن. شما خودتونم میدونین کیا هستن. هنوز دارن توی این منطقه انقدر قابلیت رشدش زیاده و هر روز هم داره قابلیتاش بیشتر میشه. بنابراین اگر واقعا ادعاتون میشه که 5 سال 10 سال 15 سال دارم توی کار میکنم، استانبول کار میکنم، به عنوان یک مشاور لطفاً بدونید
که پندیک دور نیست. پندیک یکی از مرکزی ترین نقاط استانبول، محلات استانبول برای زندگی هست. آیا محله‌ای در استانبول پیدا می‌کنی که همه اینا رو با هم داشته باشه؟ پیدا نمی‌کنی.